با سلامی دوباره از دفتر مرکزی رادیو آزادی شهر پراگ طور 3 ساعت پیش به شما وعده داده بودم. در سبت قبلی من با سرخطی خبرهای مهم تاجیکستان و جهان در ملاقات با شما قرار دارم و بعضی از خبرگزاری‌هایی که حالا من برای شما معرفی میکنم در برنامه خبری رادیو آزادی که بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم پیشنهاد شما می شود، ما برای شما با تفصیل خواهیم گفت. خب شروع میکنیم از آن که بالاخره با گذشت تقریبا از 2 هفته از سیل و بارشات در تاجیکستان، مردم آسیب دیده سرخاب فرخار کمک بشردوستانه گرفتن. این کمک از سوی صاحبکاران قطر به آنها رسانیده شد، ولی طور در گزارش‌های قبلی ما ساکنان این منطقه ضرر دیده از آن شکایت میکردند که تا به حال از مقامات تاجیک برای آنها هیچ کمکی نرسیده است و آنها در برابر از دست دادن منزل و از سرپناه خود در کوچه ها ماندند و از لحاظ مواد غذایی هم تنقیصی میکشند. در این باره ما یک گزارش مفصل را برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. همین گونه چارگانیک ها در انتظار کمک هستند و هنوز شور و ولوله تولد شدن ساکن 9 میلیونی در تاجیکستان خاموش نشده است و برای رادیو آزادی معلوم شد که در همین زایشگاهی که دختر 9 میلیونی به دنیا آمده است، یعنی در شهر دوشنبه، رسا 2 هفته پیش چهارگانیک به دنیا آمده است و پدر و مادر این چهارگانیک دانشجویان هستند و مادر آنها تا هنوز در زایشگاه قرار دارد و میگوید با این نوزادانش نمیداند به کدام خانه برگردد، چون که آنها در دانشجو هستند طور گفتم و پیوندانشان در مضافات زندگی میکنند. همکاران ما بعد دوربینی این مادر خوشبخت رفتند و برای شما در این باره ما گزارشی بیشتر خواهیم داد. و در اول ماه آینده برای اولین بار 7 عضو کامل حقوق سازمان همکاری های شانگهای در چین گردی هم خواهند آمد. تاکنون این سازمان 5 عضو داشت و اخیراً به عضویت آن هندوستان و پاکستان نیز پذیرفته شدند و باید گفت که قبل از این هم ایران برای شامل شدن به این سازمان درخواست داده بود، ولی تا هنوز پذیرفته نشده است. تفصیلات را در برنامه گوش کنید. و اگر قبلا ما چندین بار گزارش ها پیشنهاد میکردیم که در روسیه مهاجران زیر لغت و شتم گروه های هر گونه جنایتکار قرار می گرفتند، تو سرها قرار می گرفتند، ولی حالا گروه از این مهاجران اگر در روبروی شما بیایند بسیار خطرناک است، چون که آنها در یک کلوب محاربه بدون قاعده مشق میکنند و این کلوب با کمک خود مهاجران تأسیس شده است و آنها میگن که در این محاربه ها نه از نام کشور روسیه بلکه وطن خود را معرفی خواهند کرد. این کیها هستند و کدام دولت را معرفی میکنند؟ اگر در برنامه تا آخر ما را همراهی کنید حتما در جریان خواهید بود. و یک نسل گم شده یا اینکه بیگانگان در وطن خود، تا هنوز هزارها نفری هستند که در مضافات زندگی میکنند و شهادتنامه ندارند و اینکه شناسنامه ندارند. زندگی این نفران چگونه جریان میگیرد؟ در یک گزارش ویژه شما میتونید در برنامه ما تماشا کنید. و ما چند خبر گزارش های مهم دیگر نیز داریم، از جمله در رابطه با آنکه بازم اخیراً در شهر دوشنبه خوانندگان مکتب بین هم کردزنی کردند و همچنین از آن هم هست خبر که یک گروه از والدین به دستگاه اجرایی پرزیدنت مراجعت کردند تا اینکه تعطیل کودکان به آنها بازپس برگردانده شود، چون که آنها میگن چون تعطیل مثل گذشته ها نیست، مابین چاریکی ها خوانندگان تعطیل ندارند، آنها یک نوع از خواندن دلسرد شدند و فعالیت آنها نیز به هنگام تحصیل کم رنگ شده است. خلاصه با ما بیایید بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش زنده آزادی ویدیو یوتیوب که آنجا ما برنامه خود را نشر میکنیم و همچنین در سامانه ما www.azadi.org و در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی.